بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در آیت 159 سوره الاعراف ما و شما رسیدیم که نقطه 18 است. در قوم موسی علیه السلام مردمان خوبی هم بودن. یعنی طبعا بنی اسرائیل همهشان بد نبودن، بلکه در بنی اسرائیل مردمای خوبی هم گذشته هست. مثلا بسیاری از پیغمبرای الله بودن که اینا مثلا اولادای یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام و موضوع قصه ما شما که موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، اینا پیغمبرای هستن که در بنی اسرائیل بودن. و همچنان در غیر از پیغمبرها دیگه هم مردمای خوبی هم وجود داشتن. یعنی انسان نمیتونه که مکمل کلشان نفی بکنه، خیر. اینجا آیت قرآن برای ما و شما میگه که و من قوم موسی، و در قوم موسی علیه السلام امتون، یک امتی بودن، یعنی مردم هایی بودن، یهدون بالحق و به یعدلون، که هدایت به حق میکردن و به یعدلون، و به این چی میکردن؟ عدالت میکردن. یعنی امت خوبی که در اونا هم وجود داشته هست، اونا کی بودن؟ کسایی بودن که مردم به حق و به عدالت دعوت میکردن، هم مردم به حق راهنمایی میکردن و هم مطابق حق چی میکردن؟ عدالت میکردن. و 19 نقطه شاخه های بنی اسرائیل است که الله متعال میگه و قطعناهم 12 اسباطا. در بین بنی اسرائیل میگه ما بنی اسرائیل تقسیم کردیم به 12 سبت. و سبت یعنی همون 12 شاخه هست. اسباطا امما، که اینا 12 شاخه بودن که هر کدامشان یک تشکیل میدادن، یک قومی را، یک گروپی را. و اوحینا الی موسی، و ما وحی کردیم به موسی علیه السلام اذ استسقاه، وقتی که امینا استسقاه قومه، یعنی وقتی که قومش از طلب آب کردن، گفتن که استسقا طلب ما و شما که نماز استسقا میخونیم، طلب باران میکنیم. امی قسم مثلا قوم موسی علیه السلام آمدن و برش گفتن که اگر بر ما از الله طلب باران بکنی. و الله متعال میگه وقتی که اینا طلب باران کردن از موسی علیه السلام، که اینا در دشت مانده بودن و در سختی ها بودن، بعد از اینکه نجات پیدا کردن از فرعون و لشکرش، به اون طرف بحر رفتن. در صحرای بسیار کلان بزرگ مانده هم، صحرا گرمی بسیار زیاد است و آب هم نیست و سایه هم نیست. اینا اینجا الله متعال بر از اینا نعمت‌های زیادی را میده. مثلا موسی علیه السلام میگه که اندرب بعصاک الحجر، وقتی که اینا طلب باران کردن، الله متعال بر موسی علیه السلام میگه که با عصایت به همو سنگ بزن. فانبجست منه 12 عینه. 12 چشمه از اینجا چی میشه؟ از اینجا 12 چشمه آب جاری میشه از همین سنگ. سبحان الله. قد علم کل اناس مشربهم. هر کسی، یعنی همین 12 سبت که بدن یا 12 شاخه که بدن، هر کدامشان فهمیدن که برای هر کدام از اینا یک چشمه خاص، هر کدام همون چشمه خدا دانستن. و ظللنا علیهم الغمام. نعمت دیگه الله چی بود؟ خب آب برشان فراوان شد. حال گرمی رو چطور کنن؟ الله متعال میگه از آسمان بالای از اینا ابرها را مثل چی کرده؟ مثل سایبان و مثل چتری و ابر می بالا سر از اینا، و اینا در زیر سایه از ابر راحت در صحرا زندگی میکنن. از نگاه خوراک و نوشابه چطور کنن؟ حال آب هست، سایه هست. الله متعال میگه و انزلنا علیهم، با قدرت خود میگه ما نازل کردیم بالای از اینا المن و السلوى. من و سلوى چی است؟ یعنی مرغای بسیار زیبای کباب شده از جانب الله برشان می، با یک مزه خاص. سبحان الله. و همچنان نوشابه های بسیار با لذت، از هم نوشابه هست و هم کباب هست و هم سایه هست و هم چشمه های آب هست. یعنی همه نعمت ها را الله برشان داد. کلوا من طیبات ما رزقناکم. الله متعال میگه که بخورین از آن چیزهای پاکی که ما بر شما رزق کردیم. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسنا یظلمون. لکن اینا وقتی نافرمانی کردن، اینا میگم در حق ما ظلم نکردن، اینا در حق خود ظلم کردن، بالای نفس خود ظلم کردن. چرا هر کسی که معصیت و نافرمانی الله را میکنه، این برای خودش مشکل پیدا میشه و خودش در حق خود ظلم کردن. 20 نقطه که است آیت 161 سوره الاعراف
امر به داخل شدن در فلسطین با سجده و خشوع و خضوع و تضرع. آله برزنا این منطقه فلسطین است، حالا میخواین که در فلسطین داخل شوند، برشان اجازه داده میشه، ولی امر اللهی است که سرزمین مقدس است، سرزمین پاک است، اینجا قدس شریف است. شما وقتی در اینجا داخل میشین باید بسیار با خشوع و تواضع و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القريه، برزنا گفته شد که داخل شوین در سکونت بکنین در این قریه، و کلوا منها حیث شئتم، از این بخورین هر چیزی که خواسته باشین، و قولوا حطة، و شما اینجا چی بگوین؟ و بگوین الفاظ حطه یعنی به معنای طلب مغفرت، بگوین که الله ما را مغفرت بکن، و ادخلوا الباب سجدا، در دروازه که داخل میشین با بسیار سجده کنان و احترام و عبادت، نغفر لكم خطاياكم، الله متعال میگه باز ما میبخشیم برای شما خطاهای شما را، اشتباهات شما را، سنزید المحسنین، و برای محسنین چی میکنیم؟ انوس مغفرت و اجر و بیشتر بر از اینا، نعمتهای بیشتر بر از اینا میتیم. و نقطه 21 بیادبی بنی اسرائیل با تبدیل نمودن تعلیمات الهی. ببینید چقدر نعمتهای الله هست، من و سلوا، سایبان ابر، چشمه های آب، خوراک، کباب، فلان فلان، ولی با وجود ازی فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، میگه اینایی که فبدل پس تبدیل کردن، الذین ظلموا کسایی که ظلم کردن منهم از ایشان، قولا امی سخنایی که بر از اینا تعلیم داده شده بود که شما اونجا با مغفرت و عبادت و تقوا و تضرع و عاجزی داخل شدن، امی الفاظ تغییر دادن، به عوض حطتون که مغفرت کردن هست کلمات دیگه را تحریف کردن، کلمات بیادبی را استعمال کردن. فارسلنا علیهم، الله متعال میگه پس بالایشان فرستادیم رجزا من السما، یک عذابی از آسمان، به ما کانوا یظلمون، به سبب از اینکه اینا ظلم میکردن. 22 نقطه ای است که بیادبی بنی اسرائیل بیان میکردن در تجاوز در روز شنبه. یکی از روزهای دیگه که برای اینا تخصیص داده شده بود روز شنبه بود که یک تعداد کسایی در یک منطقه از اینا ماهیگیرها بودن. خب الله متعال امتحانات خود بالای بنده های خود به اشکال مختلف و در حالات مختلف امتحانات مختلف است. برای هر کسی الله متعال امتحانش مطابق امکاناتش، وظیفیش، مسلکش، رشتهش، فکرش، اندیشش، مطابق از این امتحانات الله متعال برای هر کس امتحان میشه. اینا ماهیگیرا بودن، در لب بحر زندگی میکردن، سر از اینا هم یک امتحان است. الله متعال میگه واسألهم عن القرية التي، میگه سوال بکن از اینا در مورد قریه که کانت حاضرة البحر. حاضرة البحر یعنی میگه اینا زندگی در کناره یا در ساحل بحر داشتن. اذ یعدون فی السبت استعتیهم حیتانهم، که اینا تجاوز میکردن در روز شنبه. یعنی امر الله برای اینا چی بود؟ برای اینا امر آمده بود از جانب الهی که شما روزهای شنبه رخصتی بکنین، در روزهای شنبه ماهی نگیرین. این روز بگذارین 6 روز هفته شما ماهی بگیرید و روز شنبه نگیرین. یک امتحان است از جانب الله پاک. لکن اینا تجاوز کردن در روز شنبه. استعتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، وقتی که روزهای چی بودن؟ ماهی ها میگه در روزهای شنبه که بود، که روزی که باید اینا نگیرن، این روز آزمایش هست دیگه. در این روز که اینا ماهی نمیگیرن، باز این روز ماهی ها هم زیاد میان، حتی میگن ماهی ها خود نشان میتن، سر خود در آب بلند میکنن و خیزک زدن میرن، چون ماهی گیران نیستن دیگه. اینال چی هست؟ همیشه امی حرام که هست تو جذاب میباشه، اینا رو جذب میکنه به چی؟ به ماهی گرفتن، که دیگه روزا از اگه ماهی دیدن نمیشه، گرد میگشت، آل خود ماهی ها آمدن میگردن. اینمی سبب میشه که بالاخره بسیاری کسا هم خواهش نفسانی خدا که برش لذت از در اون کار ناروا او را کنترل کردن نمیتونه، به حرام مبتلا میشه. خب و یوم لا یثبتون الله تأتیهم، وقتی که روز شنبه نباشه دیگر روزا کس به این شکل ماهیا نمیاد. یک امتحان الهی است. کذالک نبلوهم، الله متعال میگه اینمی قسم امتحانشان میکنیم به ما کانوا یفسقون، به سبب که اینا فاسق بودن. یعنی فاسق چی معنی؟ خارج شدن از طاعت الله، یعنی به طاعتی میکردن، امتحان سخت بر اینا گرفت آمد. خب
دیگه مشکل از اینا چی بود؟ مخالفت از امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یعنی یکی از مکلفیت های انسان مؤمن در هر عصر چی است؟ که انسان مؤمن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، وقتی که ایمان آوردی اعمال صالحه میکنی، وقتی که اعمال صالحه کردی و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دعوت به توحید، دعوت به صبر، دعوت به اطاعت از اوامر الله، این مکلفیت هر مسلمان است که باید دعوتگر باشه. حال بر از اینا وقتی که گفته شده که شما دیدین که مردمایی که چی میکنن، گناه میکنن، مخالفت میکنن، پس دیگرها باید در مقابل از اینا استاد شوند. لکن مشکل از این شد که یک تعداد مردم باز دعوت رد میکنن و باز میگن که یا هدایت نمیشه و ما چرا بکنیم. شما وظیفتون انجام بدین، هدایت کار الله هست. خب و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، شما چرا وعظ میکنین، نصیحت میکنین برای کسایی که الله اونا رو هلاک میکنه؟ خب تو چی خبر است که الله اونا رو هلاک میکنه؟ تو وظیفه و مکلفیتت انجام بده، هدایتکار الله هست. اینا چی کردن؟ اینا دعوت ترک کردن و حتی برای کسایی که امر بالمعروف و نهی عن المنکر میکردن، دعوت میکردن، برای از اونا هم مخالفت میکردن. میگفتن شما چرا باعث ناقی میکنین؟ برای الله یا هلاک میکنه او معذبهم، یا تعذیبشان میکنه عذابا شدید، عذاب سخت. قالوا و دعوتگرا گفتن معذرتا الی ربکم، معذرت از ربتان، ولعلهم یتقون، شاید ما معذرت میخوایم، ما دعوت میکنیم شاید که اینا چی شوند؟ با تقوا شوند. وظیفه ما دعوت است و چیز است. فلما نسوا ما ذکروا به، باز میگه وقتی که اینا فراموش کردن با آن چیزی که اینا حکم کرده شده. وقتی که انسان حکم الله را فراموش میکنه دیگه این چی شد؟ الله متعال میگه انجینا الذین ینهون عن السوء، تنها نجات دادیم امو کسایی را که در بین زنا از زشتی ها مردم نهی میکردن. یعنی اینا سه طبقه شده بودن. یک طبقه گناهکار، یک طبقه خاموش که گناهکارا نهی از منکر نمیکردن، و یک طبقه که گناه هم نمیکردن و دعوت به خیر و نهی از منکر میکردن. الله متعال اونو دو گروه هلاک کرد، کسایی که جنایتکار بودن و کسایی که خاموش بودن در مقابل جنایات و ظلم ها و گناه های گناهکارا. اونا را حق برشان بیان نمیکردن، اونا را هم الله متعال در عذاب خود گرفت. کی نجات پیدا کرد؟ الله متعال میگه انجینا الذین ینهون عن السوء، ما نجات دادیم به قدرت و عظمت خود کسایی را که اونا از زشتی ها مردم منع میکردن. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، و گرفتیم کسایی که ظلم کردن، تجاوز کردن، گناه کردن، با عذاب بسیار سخت، بما کانوا یفسقون، به سبب از اینکه اینا از اطاعت الله خارج می شدن. 25 نقطه که است جزای بی اطاعتی از حکم الله چی است؟ حالا ما عتوا عن ما نهوا عنه، عالمی کسایی که نافرمانی کردن، کسایی که چی شدن؟ رو گشتاندن از امر الله. کدام مردم ها؟ کسایی که برشان گفته شده بود که روز شنبه شما ماهی نگیرین. اینا گرفتن، رفتن ماهی گرفتن شروع کردن و حکم الله را اطاعت نکردن. قلنا لهم کونوا قردة خاسرین، برشان گفتیم که شما غالب برین شوین، کونوا قردة خاسرین. امر الله همین قسم است که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بر از اینا گفت که شما انسان ها چی شوین؟ شادی شوین. و اینا شادی شدن و چند روز شادی های بسیار ذلیل، میگن 3 روز، این وقت روز 3 روز زنده بودن، خود یک دیگه خود سهل میکردن که به مسخ شدن به شادی ها و بالاخره مردار شدن. اصل از اینا انسان بودن، پس به حکم الله اینا مسخ شدن، شادی شدن. این هم مثلا خلاف نظریه داروین است که داروین یا میگن که نه، اصلا انسان ها شادی بودن باز انسان شدن. اینجا الله متعال میگه که انسان ها اصل انسان خلق شدن و مسخ که آمده سرش آمده که انسان ها سرشان مسخ آمدن، ولی اینا وقتی که مبدل به شادی شدن، مسخ شدن، باز اینا زنده نماندن که از اینا نسل باقی مانده باشه. اینا هلاک شدن، نابود شدن و رفتن. 26 نقطه و استعدن ربک، وقتی که پروردگار تو ای حکم کرده، ای اعلان کرده که لا یبعثن علیهم الی یوم القیامت من یصومهم سوء العذاب. الله متعال سر بنی اسرائیل، کسایی که جنایتکار هستن، ظالم هستن، الله متعال سر از اینا، بالای از اینا کسانی را
بالای از اینا کسانی را مبعوث میکنه الله متعال که اینا را سختترین عذاب برشان میچشانه. چون بنی اسرائیل تمامی نعمتهای الله را نادیده گرفتن و با وجود فهمیدن بسیاری حقیقتها بسیار ظلم میکنن. مثل که حال ما شما ببینیم در فلسطین جنایت از اینا بیخی دیگه از حد گذشته هست، ولی اینا چی است؟ اینا الله متعال حتما این وعده الله هست که حتما الله متعال سر از اینا مبعوث میکنه قومی را که اونا شوه که اینا را سختترین عذاب برشان برسانه و انشاءالله به دست مسلمان های موحدین واقعی که عقیده توحید درست داشته باشن و نصرت الله به همراهشان باشن. بعضی اوقات بعضی از مردم هستند که در مقابل این دشمن ها صهیونیستا و بنی اسرائیل مبارزه میکنن، ولی مشکلشانی است بعضی کسا که خودشان مشکلات اعتقادی می داشته باشن. مثلا بعضی کسی جنگ میکنن در مقابل از اینا به نام قوم پرستی، به نام زبان پرستی. مثل که یک وقت جمال ناصر یاد در مقابل اسرائیل خیستن گفتن جنگ عرب و اسرائیل. وقتی که جنگ شد اونجا باز مثلا عراق و سوریه و مصر اینا سه مملکت دست خدایی کردن و جنگ را اعلان کردن به نام چی؟ به نام جنگ نبود جنگ اسلام و جنگ صهیونیستا، بلکه اونا گفتن جنگ عرب است، چون اینا قوم پرست بودن. پس وقتی اینا جنگ کردن یک شکست بسیار خطرناک خوردن. همونجا شکست خوردن. چرا؟ اینا خب میگفتن ما مسلمان هستیم. نه، به زبان میگفتن مسلمان هستیم، برای مردم میگفتن به منافق، لکن اینا مسلمان واقعی پیش الله نبودن. چرا؟ اینا خودشان وقتی انسان قوم پرستی کرد پیش الله ای از دایره ایمان خارج میشه. چی قوم پرستی بکنی، چی زبان پرستی بکنی، چی وطن پرستی بکنی، این کلش پرستش چی است. از این خاطر به نام وطن جنگیدن، به نام عرب جنگیدن، به نام قوم جنگیدن، اینی سبب میشه که واسه نصرت الهی بر از اینا داده نمیشه، چون خود از این انسان از دایره دین خارج میشه. مثلا یا به خاطر آوردن نظام سیکولر، به خاطر از اینا، اینی مشکلات است که بسیاری وقتا می جنگن، لکن جنگ نتیجه مثبت نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نصرت الله وقت میرسه که انسان وقتی که می جنگه میگه سرزمین فلسطین سرزمین اسلامی هست و اینجا قبله اول مسلمان ها هست و این باید خاک مسلمان ها هست. ما به خاطر اعلای کلمت الله در زمین الله و در کلش جهاد میکنیم و هی هم یک قسمت از سرزمین اسلام است. به خاطر خلاصی از دشمنای اسلام و رهایی از دشمنای اسلام این جهاد میکنیم و این بالای هر مسلمان فرض عین است. اما ای که بگیم که مثلا این جنگ باید کی بکنه؟ فلسطینی بکنه و فلسطینی هم بخیزه باید که ما به خاطر وطن خود میکنیم، چون فلسطین وطن ما هست و شعار وطنیت و قومیت بدن، باز اینجا نصرت الله نمیه و مسئله ایمان اینجا دور میشه، مسئله قوم و زبان و وطن و گپا مطرح میشه. برای مسلمان که زمین الله وطنش است، اینا بر زمین الله است، هر آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. سرزمین اینا فلسطین، مکه، مدینه، این مناطق کسی کلش مربوط چی بودن؟ یا کل از اینا مربوط خلافت خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی. در این سرزمین خلافت اسلامی بوده هست. بنابراین این سرزمین مسلمان ها هست. از قسمت سرزمین مسلمان ها رو که کافرها آمدن اشغال کردن، این با جهاد دفع بالای هر مسلمان فرض عین هست. اینا اگر کسی اینه میگه که مثلا ما در افغانستان جنگ میکنم به خاطر افغانستان، این در حقیقت این جنگ وطنی شد. اگر کسی در فلسطین جنگ میکنه به خاطر آزادی فلسطین که وطن ما هست، این جنگ وطنی شد. یا ما به خاطر از اینکه جنگ عرب و اسرائیل است، به خاطر عربیت خود که عرب سر بنی اسرائیل قوی میشه و اینجا باز جنگ بچه کاکا میشه. اما جنگ که جهاد گفته میشه فی سبیل الله میشه، او به خاطر اعلای کلمت الله هست. وقتی که اعلای کلمت الله شد، باز اینجا مسئله وطن تو وطن من نداره. پس جهاد در فلسطین بالای هر مسلمان فرض است به خاطر آزاد کردن سرزمین مسلمان ها از دست کافرها و اعلای کلمت الله که کلمه الله بلند باشه. از این خاطر الله متعال میگه که لا یبعثن علیهم الی یوم القیامه،
هر مرتبه که یهودی ها مثلا ظلم و جنایت میکنه، الله متعال سرشان یک قوم را مبعوث میکنه. در تاریخ بعضی اوقات کسای غیر مسلمان هم سر از اینا چی شدن؟ سلطه کردن، لکن کسایی را که الله برای عذاب دادن از اینا مبعوث میکنه، مکلفیت میداشته باشه، یا مؤمنین موحدین هستن. بنابراین اینا بر از اینا با سختترین عذاب میچشن. از این خاطر اینا بسیار از مسلمان ها میترسن و خصوصا از اتحاد مسلمان ها میترسن. از این خاطر میخواین که مسلمان ها را از دین دور بکنن و از اتحاد دور بکنن. از دین چه قسم دور میشه مسلمان ها؟ وقتی که مسلمان قوم پرست شد، زبان پرست شد، وطن پرست شد و به نام های وطن و قوم و بیرق و فلانی جنگ کرد، اینجا باز این مسلمان از دایره اسلام خارج میشه. باز پیش الله هیچ ارزش نداره، هیچ الله برای این نصرت نمیکنه. و یا این مسلمان مثلا عقیدتاً خراب میشه، چون به خاطر از اینکه در عقیدش یا سیکولر هست، یا مثلا حزب قومی هست، یا مثلا به خاطر قوم پرستی هست. این مشکلات هست. از این خاطر اونا زیاد کوشش میکنن مسلمان ها را قوم پرست بسازن، وطن پرست بسازن، ملیگرا بسازن، از دین اینا را دور بسازن. باز در مقابل از باز او یک شیطانو میشه، یک شیطانی میشه، باز جنگ بین دو شیطان میشه. اما اگر انسان مسلمان عقیده راسخ داشته باشه که بین عرب و عجم ان اکرمکم عند الله اتقاکم انما المؤمنون، اخوت ما به اساس ایمان هست و برتریت برای با تقوا هست. میتونه ای با تقوا بلال حبشی سیاه‌پوست باشه، یا سلمان فارسی آسیوی باشه، یا صهیب رومی و اروپایی باشه. در اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم امی قسم بود. اینا از این خاطر مثلا امی سلمان فارسی، امی بلال حبشی، امی صهیب رومی، اینا کلشان در صف رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم کت کافرای میجنگه که از قومش است و اینا کسایی هستن که از دیگه منطقه آمده است. اینا این اسلام امی قسم است که در لشکر اسلام مسلمان ها می باشه، با هر رنگ، با هر شکل، با هر قواره، با هر چهره، با هر پوست، از هر جایی که باشه، این اسلام است، این لشکر اسلام است. و لشکر کفر ولو که در برادر شخصی تان، برادر سکه تان باشه، کافر باشه، این لشکر کفر است. پس اینجا الله متعال سر از اینا یک کس روان میکنه تا روز قیامت، لشکری را که یسومهم سوء العذاب، سختترین عذاب بر از اینا میچشن. و الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که در این لشکر باشیم که برای صهیونیست‌ها سختترین عذاب برسانیم و همچنان به دوستای از اینا از مشرکین و مرتدین و کفار و نصارا و دیگران. ان ربک لسریع العقاب، الله متعال زود عقوبت گیرنده هست. خب یک روز پیش الله 1000 سال است. الله متعال عقوبت میگیره، لکن بعد از امتحانات و بعد از سختی ها و بعد از مشکلات. حتی در قرآن، آیات قرآن ما شما میخوانیم امت های قبلی هم سرشان امتحانات آمده بوده و میگه حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، چه وقت مدد الله هست. این حال بالاخره الا ان نصر الله قریب، نصرت الله نزدیک است. لکن شما چی کنین؟ شما در ایمانتان، در عقیدهتان، در فکرتان در تجدید نظر بکنین که برای قوم، برای زبان، برای حزب، برای گروه، برای وطن، این چیزها را از زبانتان بکشین که ما به خاطر قوم خود میجنگیم، به خاطر زبان خود میجنگیم، به خاطر وطن خود میجنگیم. نه، کلمات او سکنیم، بگیم به خاطر اعلای کلمت الله جهاد میکنیم. اونجا واسه کنیم که نصرت الهی نصیب دان میشن. و انه لغفور رحیم، یقینا که الله متعال غفور، مغفرت کننده و رحیم و بسیار مهربان است. 27 نقطه و قطعنا فی الارض امما، و میگه که ما امی بنی اسرائیل در زمین به گروه های مختلف تقسیم کردیم. منهم الصالحون، بعضی از اینا مردمای صالح بودن، و منهم دون ذلک، و بعضی دیگرشان مردمای غیر صالح بودن. و بلوناهم بالحسنات و السیئات، و اینا رو امتحان کردیم با نیکی ها و با زشتی ها، لعلهم یرجعون، تا که اینا شاید که اینا رجوع بکنن. 28 نقطه ای است که در بنی اسرائیل وقتی که سلف از اینا تیر شد، خلف آمدن. یکی سلف است، یکی خلف است. بعضی کسا همین سلف و سلفی و این کلمات نمیفهمه و خلف نمیفهمه. از این خاطر وقتی اصطلاح سلف گفته میشه برای گذشتگان گفته میشه. مثلا سلف ما مسلمان ها کی هست؟ صحابه، تابعین، تبع تابعین، اینا سلف ما هست. بعد از اینکه ما آمدیم ما خلف هستیم که ما پیروی از اون سلف صالح باید بکنیم. این سلف است. اول در بنی اسرائیل سلف از اونا کسایی بودن که مردمای نیک و صالح و خوبی بودن،
مثل موسی علیه السلام، مثل عیسی علیه السلام، مثل یوسف علیه السلام، دیگه پیغمبرای الله و کسایی که امرای از اینا موحدین بودن. فخلف من بعدهم خلف، میگه بعد از این خلف از اونا آمدن، سلف که رفتن، آل پسینیان، ما شما در فارسی سلف پیشینیان و خلف کسایی که بعد از اینا پسینیان اینا میگه وقتی که این مردمای ناخلف آمدن، خلف آمدن بعد از اینا، ورث الکتاب و اینا میگه کتاب بر از اینا رسید. حالا خود سلف رفتن کتاب بر از اینا آمد، احکام پیش از اینا آمد، یا چی کردن؟ یأخذون عرض هذا الادنا، یا زیادتر میلانشان به طرف چی است؟ برای گرفتن متاع ناچیز دنیا. اینا به عوض کتاب الله به طرف دنیا روی آوردن که متاع دنیا، موتر و لکس و زمین و خانه و پول و دلار و طلا و نقا، به این طرفی ها زیاد توجه کردن. و باز چی میگفتن؟ باز با وجود ازی که اینا کتاب الله را ترک کردن و به طرف دنیا و متاع ناچیز دنیا به شکل منفیش روی آوردن، باز چی میگن؟ و یقولون سیغفر لنا، ما بخشیده میشیم. یعنی ما هر قدر که گناه بکنیم باز برای خود راه پیدا کردن که ما باز که هستیم، ما ابناء الله هستیم، ما احبا و دوستای الله هستیم، ما را عذاب نمیکنن، ما در دوزخ نمیریم، اگر بریم شاید یک مدت کم باشن. این گپا را از زبان خود کشیدن. و این یأتیهم عرض مثله یأخذوه، بازم اگر برشان دگام که اگر مثلا چیزهای دنیایی بیایه گرفته میرن. الم یؤخذ علیه میثاق الکتاب، آیا از اینا میثاق و عهد کتاب گرفته نشده بود که الله یقول علی الله الا الحق، که برای الله نگوین مگر غیر از حق؟ اینا کلش باطل گفته میرن. باید برای الله حق بگوی، چیزی که در کتاب الله هستی برای مردم بیان میکنن. و درسوا ما فیه، خوب در بین از کتاب خواندن، مطالعه دارن، معلومات دارن، علم دارن، لکن با وجود این کتاب اوسو کردن و به طرف دنیا و خواسته های دنیایی روی آوردن و باطل میگن. و دار الاخرت و دار الاخرت خیر للذین یتقون، سرای آخرت بهتر است برای کسایی که تقوا میکنن. افلا تعقلون، پس شما چرا از عقلتان کار نمیگیرید؟ آل در بین مسلمان ها هم وقتی که خلف حال آمدن، خلف وقتی که سلف رفتن، صحابه، تابعین، تبع تابعین، با ایمان بسیار خوب، با ایمان بسیار قوی، با بسیار عقیده درست، با یقین بسیار درست، ولی آل که بسیاری کسا را سعی کنید قرآن ترک میکنن، سنت ترک میکنن، آل در چی مبتلا هستن؟ در امور دنیایی هستن. و باز میگه وقتی که مسلمان شد، بازی دیگه کافر هیچ نمیشه، نواقض دین نمیگن، شکنندای دین نمیگن، ولا را نمیگن، برا را نمیگن، تکفیر نمیگن، حکم کسی که کافر میشه ایده نمیگن. خلاص میگه ما مسلمان هستیم دیگه، اگر هر قدر گناه کنی تو که مسلمان هستی، تو دیگه خلاص هستی، هیچ مشکل نداری. و همیشه هم آیات احادیث من لفظش خود تحریف کردن نمیتونن، در معنایش تحریف تغییر دروغ گفته میرن. 29 نقطه که است الله متعال پاداش موحدین بیان میکنه، والذین یمسکون بالکتاب، کسانی که کتاب الله را میگیرن و اقام الصلات و اقامه نماز میکنن، ان لا نضیع اجر المحسنین، الله میگه ما هیچ وقت از مصلحین، انسانهای صالح و مصلح، اجر از اینا را ضایع نمیکنیم. و مکلفیت بنی اسرائیل در چی بود؟ به اطاعت از تورات بود. و اذ نتقنا الجبل فوقهم، الله متعال میگه بالای از اینا ما کور قرار دادیم که انه ظل مثل یک چی واره، مثل سایبان واره. امر نعمت الله برشان از آسمان میامد، وقتی که غضب الله میامد باز کور سر از اینا مثل سایبان واره ساخته بود که یا تسلیم حکم الله میشین یا میکو. و ظنوا انه واقع بهم، ها گمان کردن که در سر ما دیگه، عقیده کردن که در سر ما واقع میشه. خب دیدن که کوال مفتن. برشان گفته شد خود ما آتیناکم به قوت، این حکم الله که براتون داده شده است، اینو با قوت بگیرین. و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، این را یاد کنین و این را عمل بکنین تا که شما شاید با تقوا شوین. اینا وقتی اینا برشان این حکم اطاعت نکردن، باز عذاب الله سرشان نازل میشه. 31 نقطه هست فطرت انسان را بیان میکنه که انسان چی فطرت داره. عالم مثلا انسان ها که از الله متعال میگه که امی انسان ها چی شده؟ و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، وقتی که یاد کو وقتی را که گرفت رب تو از بنی آدم، از ظهورشان، از تخته پشتشان، ذریتهم، ذریه از اینا را گرفت. این در عالم ارواح است. الله متعال اینا را گرفت و اشهدهم علی انفسهم، اینا را شاهد گردان بالای نفسای خودشان. الله متعال بر عالم ارواح و کل بشریت الله متعال
در عالم ارواح و روح کل ما و شما خطاب کرده که الستو بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ یعنی ما و شما مسلمان هستیم او نظم و در عالم ارواح که هنوز اجساد خلق نشده کلگی ارواحشان چی هستن؟ مؤمنین هستن. قال الستو بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ قالوا بله. در عالم ارواح تمام مخلوقات گفتن که ما چی هستیم؟ بله ما مؤمن هستیم، بله ما تو رب ما هستیم. شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. بله شهیدنا بگفتن بله ما شهادت داریم به این که اگر شما باز بگوین که در روز قیامت بگوین که ما از این غافل بودیم. نه، در فطرت انسان در از اون روز ایمان فطری وجود داره. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کل مولود یولد علی الفطره، هر طفل در خانه یهودی، نصرانی، مسلمان، کافر، روس، امریکایی، جرمنی، در خانه کلگی که طفل تولد میشه این دارای ایمان فطری هست، از ایمانی که الستو بربکم. ایناله ثم ابواه، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تفسیر میکنن، میگه او طفل ایمان فطری داره. آلی چرا طفل گمراه میشه؟ میگه والدینش. ثم ابواه، باز مادر پدرش نقش دارن داری چی میکنن؟ یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. اگر پدر و مادر یهودی بودن ایره میبرن یهودی میسازن، اگر نصرانی بودن ایره نصرانی میسازن طفل خدا، اگر مجوسی بودن ایره به طرف مجوسیت میکشونن. پس این ظلم و جنایت کی میکنه؟ مادر و پدر میکنه. وقتی طفل کلان میشه، جوان میشه، سون مادر دیده، سون پدر دیده، سون زنا دیده، این هم یا یهود میشه یا نصرانی میشه یا سیکولر میشه یا کمونیست میشه. از این خاطر مثلا اولادای هر کسی ببینید، اولادای کمونیستا رو ببینید، مثلا ابو کتابای پدر خوانده و روش پدر خوانده متاثر است و کمونیست است. اللهم بغیر یا الله بغیر از این کسی که الله او را حفظ کرده و او تعصب و تکبر نکرده و در حق قبول کرده. اصلا هم که اولادای کمونیستا است مسلمان شدن، لکن نقش بسیار زیاد مادر و پدر در گمراهی اولاد خود دارن. و این همچنان آیت قرآن جواب است برای بسیاری قوم پرستا. مثلا بعضی قوم پرستا، یک روز یکی از قوم پرستا بر من میگه اینه ما مسلمان خب 1,500 سال ما مسلمان هستیم، اما ما مثلا با این قوم خود که زبان قومی را داریم، ما قوم ما 5,000 ساله تاریخ داره. و باش گفتم که نه، فعلا تاریخ اسلام کم از تاریخ باز. من گفتم نه، تو اگر آیت قرآن هم میفهمیدی مسلمان میبودی، ما از روزی که هنوز در عالم ارواح بودیم مسلمان هستیم. الستو بربکم قالوا بلا، از او وقت ما مسلمان هستیم. الان تاریخ اسلام که است قبل از خلقت بشریت است. متوجه هستین؟ این آیت قرآن ما در پانتون وقتی که بودیم در بین استادا، چون استادای کمونیست هم بودن، استادای قوم پرست بودن، بعضی اوقات جر بحث میشد و اونا استدلال میکردن. یک روز که من هم یک جای شیشه بودم، یک نفر بسیار خود تاجزک میگرفت، لکن بسیار خطرناک گپا میگفت. یکی از گپای خطرناکش همین نقطه بود. ولی الحمدلله من آیت قرآن خوانده بودم. باز من گفتم که نه، او میخواست من قناعت بده که قوم پرستی که است بیشتر از قوم نسبت به اسلام. باز من گفتم نخیر، قوم پیش نیست، اسلام پیش است. چرا الله متعال گفته که الستو بربکم قالوا بلی، ما از روز مسلمان هستیم. او تقول، یا ای که بگوین نما اشرک آبانا، یا یک کس استدلال بکنه که ولی پدرای ما مشرک شدن، ما هم از او من قبل و پیش از این و کنا ذریه من بعدهم، ما ذریه از اینا بودیم بعد از اینا. افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا ما رو هلاک میکنیم با آن چیزی که باطل کاران کردن. یعنی بعضی اوقات میگه شاید بعضی اولاد بخیزن بگن که والا ما چی ملامت هستیم، خب پدرای ما کافر و مشرک شدن، ما از اونا اطاعت کردیم، پس ما اندیشی خود از پدر و مادر خود گرفتیم. نخیر، الله متعال میگه در فطرت تو اینمی قسم که یک طفل نو تولد میشه، در فطرتش است، در فطرت از این طفل است که بخوره. امی طفله که هنوز خودتره کس نبوده می روز اول، لکن دان خود شورک میته که مادرش برش پستان شبته بازی میچوشه. از کجا این تعلیم گرفت؟ کی برش تعلیم داد؟ در فطرت ازی خوردن، نوشیدن، نهفته هست. اینمی قصه مثلا در فطرت یک مرغوی سعی کنی که از تخم ببره، ولو که می تخمت یگان وقت زیر مرغ میمارن. این مرغ نمیفهمه امی چککای مرغوی که از این تخم برآمدن، چون تخم زیر سینه مرغ مانده، مرغای عادی. وقتی که چوچی، لکن تخم مرغوی است، چوچی مرغوی که از این تخم برآمد که میدوه اونجا که دید خلا قلوب میپته، مادرش چیق زده میره که نپر تو خدا، لکن او در فطرتش امی چیز هست. اینمی قسم که در فطرت هر مخلوق
چیزای هست که او درک میکنه بسیاری چیزا را. در فطرت هر انسان ایمانداری و توحید هست. بنابراین چه وقت ما گمراه میشیم، چه وقت ما بیراه میشیم، چه وقت گناهکار میشیم؟ وقتی که فطرت سالم اسلامی خود فراموش کنیم. وقتی که این کار کردیم باز برای ما این مشکل پیدا میشه. در غیر از او اگر این فطرت خود فراموش نکنیم پس ما و شما با مو فطرت ایمانی می باشیم. این حال تو اگر میخوایی که مسلمان واقعی باشی فطرتاً سختی سرت می به الله رجوع میکنی، پس اطاعت از مادر و پدر نکن، اطاعت از فطرت سالمت بکن و قرآن و سنت که از این مطابق فطرت سالم انسانی انسان هست. این حال باز میگه تو نشک باز شما باید که والا پدرای ما مشرک شده من قبل و کنا ذریتا، ما خب پیرو از اونا بودیم، اولادای از اونا بودیم من بعدهم افتهلکنا، یا الله ما را هلاک میکنی به خاطر ازی که او باطل کارا اونا کردن؟ نه خیر، تو هم عقل داشتی و فکر داشتی و اندیشه داشتی و فطرت سالم داشتی، میتونستی که از فطرت سالمت، از عقل سلیمت، فطرت سالم، عقل سلیم، از کتاب الله و سنت رسول الله اطاعت میکردی. کذالک و کذالک الله متعال میگه این چون نفصل و ما تفصیل بیان میکنیم الآیات دلائل ولعلهم یرجعون. شاید که کسایی که به این افکار غلط مبتلا هستن از افکار و از اعتقادات نادرست خود چیشان رجوع بکنن و فکر خود و عقیده خود درست بسازن.